تو این جلسه میخوایم بیایم و با موضوع انواع اپلیکیشن موبایل آشنا بشیم. خب خیلی از کسایی که میخوان برنامه‌نویسی موبایل یاد بگیرن نمیدونن، مثلا میان یک سری چیز انجام میدن، مقایسه انجام میدن از روی اینکه نمیدونن، مثلا میان میگن جاوا بهتره یا فلاتر، مثلا کاتلین بهتره یا جاوا، اصلا نمیدونن اینا چیه. خب ما میخوایم تو این جلسه کامل با این موضوع آشنا بشی و تفاوت هر کدوم رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب همونجور که در فایل میبینید ما کلا 3 مدل میتونیم اپلیکیشن داشته باشیم. ما میتونیم اپلیکیشن نیتیو داشته باشیم، اپلیکیشن های حالا وب اپ داشته باشیم که امروز بهش میگن PWA، و همینطور اپلیکیشن های هایبریدی وجود داره. پس ما 3 دسته به طور کلی اپلیکیشن داریم رو موبایل. اولیش اپلیکیشن های نیتیوه. نیتیو یعنی چی؟ به اپلیکیشن هایی که با زبان مرتبط با سیستم عامل ساخته میشن نرم افزار بومی یا نیتیو میگن. پس این تعریف نیتیوه. خب اپلیکیشن نیتیوی به چه صورته؟ اگه میخواید اپلیکیشن نیتیو برای اندروید بنویسید 2 تا راه دارید. یا با زبان جاوا باید بنویسید یا با زبان کاتلین و در محیط برنامه‌نویسی اندروید استودیو. خب زبان جاوا قدیمی ترین زبانی بود که برای اندروید استفاده میشد. از سال 2017 گوگل تصمیم گرفت زبان کاتلین رو جایگزین جاوا کنه و از کاتلین استفاده میشه. اما امروز هم خیلی از برنامه‌نویسا هنوز با جاوا کار میکنن و هم جاوا هم کاتلین در برنامه‌نویسی اندروید استفاده میشه. اما اپلیکیشن ها بروز اندروید حالا اگه بخواید به صورت کامپوزی یا هر ابزار دیگه بنویسید فقط باید با کاتلین کار انجام میشه. پس این دوتا در یک راستاست. خب هر دوتا برای اپلیکیشن اندروید داره استفاده میشه. پس تفاوتی، پس شما نباید هیچ وقت بیاید بگید جاوا بهتره یا فلاتر یا کاتلین بهتره. این اصلا کلا این مقایسه اشتباهه، چون من خیلی موقع دیدم خیلی این اشتباه میکنن. اپلیکیشن هایی که برای نیتیو iOS با زبان سویفت یا ابجکتیو سی استفاده میشه. ابجکتیو سی قدیمی ترین زبانی بود که برای تولید اپلیکیشن سویفت استفاده میشد و الان دیگه خیلی ساله که جاشو به زبان سویفت داده و ما برنامه‌نویسی iOS میایم از سویفت استفاده میکنیم. محیط برنامه‌نویسیمون هم برنامه ایکس کد که توی سیستم عامل مکینتاش استفاده میشه. برنامه‌های بعدی که وجود داره برنامه نیتیو کراس پلتفرمه، یعنی که ما میتونیم از طریق یه سری فریمورک مثل ریاکت نیتیو و همینطور فلاتر بیایم که به صورت کراس پلتفرم خروجی نیتیو بدیم. یعنی این دوتا فریمورک این امکان رو به ما میدن که خروجی نیتیو داشته باشه. و همینطور اپلیکیشن های هایبریدی اپلیکیشن هایی که با فریمورک های مثلا آپاچی کوردووا یا آیونیک و یک سری حالا فریمورک های دیگه وجود دارن مثل اونسن یو آی و کلی فریمورک دیگه که با مثلا HTML، CSS، جاوا اسکریپت، حالا آنگولار ما میتونستیم بیایم اپلیکیشن هم رو دیولپ کنیم. کلا اپلیکیشن های هایبریدی خیلی تو دنیا رشد نکردن به خاطر کندی و مشکلات دیولپمنتی که داشتن. میتونم بگم مهمترینشون فریمورک آیونیکه که هنوزم داره خیلی تو دنیا دارن ازش استفاده میکنن، ولی خب به نسبت جامعه کوچیک‌تری دارن. اینجا لیستی از کل فریمورک های هایبریدی براتون آوردم، مثل نیتیو اسکریپت، فریمورک 7، اونسن یو آی، فونگپ، جیکوئری موبایل و تمام اینا میشه استفاده کرد. و مورد آخری که وجود داره اپلیکیشن های وب اپ یا PWA. اینا چی هن؟ بیشتر این مورد رو ما تو اپلیکیشن iOS میبینیم. چرا؟ چون که مثلا شرکت اپل خیلی از اپلیکیشن ایرانی که توی اپ استور وجود داره رو حذف میکنه. شرکت‌های مثل اسنپ و خیلی دیگه اومدن یه نسخه وبی تولید کردن که روی گوشی قرار میگیره، نصبی نیستش، یه نسخه وبیه که یوزر فکر میکنه یه اپلیکیشن در حالی که یک براوزر داره باز میشه. خب که به صورت PWA هستن و این برنامه امروز خیلی دارن زیاد میشن، مخصوصا حالا تو کشور ما به خاطر تحریم اپلیکیشن iOS خیلی ترجیح میدن بیان خروجی وبی هم بگیرن که کسایی که گوشی آیفون هم دارن
بتونن از برنامه داخل گوشیشون استفاده کنن. چرا؟ چون که اپلیکیشن نمیتونن توی مثلا مارکتی مثل اپ استور یا مارکت های دیگه مثلا حالا ایرانی که برای iOS بذارن، چون هزینه برای کاربردار و اینا خیلی نمیان کارو بکنن، پس می نسخه وبیش هم تولید میکنن. و همینطور یه مورد آخری که توی این جلسه میتونم بگیم در مورد بحث بازی سازی در فلاتر. فلاتر از ورژن 3 به طور پیش‌فرض امکان بازی سازی رو هم اضافه کرد، یعنی بچه‌ها میتونن یا بچه برنامه‌نویس فلاتر میتونن بیان امکان ساخت بازی رو هم در فلاتر داشته باشن. پس اگه علاقه به ساخت بازی مثلا 2 بعدی هم دارید میتونید رو فلاتر هم حساب کنید برای ساخت بازیاتون. پس همونجور که دیدین ما تو این جلسه اومدیم با انواع اپلیکیشن های موبایلی آشنا شدیم و دیدید که اینا چه فرقی با همدیگه دارن. امیدوارم اگه سوالی تو این زمینه قبلا داشتی دیگه مشکلی نداشته باشی و تمام مشکلاتتون در مقایسه با انتخاب هر کدوم از این فریم ورک و زبان‌های برنامه‌نویسی دارید برطرف شده باشه.